یعنی اصل این عقیده ها همش از یهودیت است. تمام عقیده های باطل، چی رافضه، شیعه، خوارج، معتزله، مرجئه، شاخه های اینها همش اصلش از یهود است. برای اینکه مسلمان ها بین همدیگر دو عالم اینش تهمت کند، اینش رد زند، مسلمان ها پیروای این با پیروای این جنگ کنند و همین خیل بین همدیگر مشغول شوند و همین خیل پس مانده، در دنیا هم پس مانده، در دین هم پس مانده، به غیبت و دشنام و تحقیر همدیگر مشغول شوند. چون که اینها یگان قوه نیست که مسلمان ها را با یراق و اسلحه نیست و نابود کرده شود. اینا با قوت از اینا یک جای شوند تمام دنیا رو میگیرند. بنابراین ما باید یک کاری کنیم که اینها رو با همدیگر به جنگ اندازیم. اینها همیشه با همدیگر مشغول شوند، از ما با همدیگر مشغول شوند. در این حالت ما راحت میکنیم. با آنها گاها چی هم میکنن، یعنی به اینهاش هم کمک میکنن، به اونهاش هم کمک میکنن که تا اینکه به جنگ علنگه دیند، تا اینکه اینها همیشه به همدیگر بین همدیگر دشمنی داشته باشند.